چرا باید ادبیات خوند؟ ما یه حس کلی نسبت به اینکه ادبیات پر از موضوعات مهم و اساسیه داریم. اما دقیقاً چرا باید ادبیات بخونیم؟ چرا باید زمانمون رو صرف خوندن رمان‌ها یا اشعار کنیم وقتی که اون بیرون اتفاقات بزرگی در حال رخ دادنه؟ اجازه بدید با هم نگاهی بندازیم به تأثیری که ادبیات روی آدما میذاره. 1. برای شما زمان رو پس‌انداز میکنه. البته به نظر میاد که داریم وقت تلف میکنیم، اما در نهایت ادبیات بزرگترین ذخیره کننده زمان برای ماست، چون به ما اجازه دسترسی به انبوهی از احساسات و وقایعی رو میده که صدها و هزاران سال طول میکشه تا اونها رو مستقیما تجربه کنیم. ادبیات بزرگترین شبیه ساز واقعیته، ماشینی که شما رو به طور مداوم داخل شرایط مختلفی قرار میده که نمیتونید مستقیما شاهد اونها باشید. بهتون اجازه میده به طور کاملا امن و واقعی بفهمید که مثلا طلاق گرفتن چه حسی داره، یا کشتن یک شخص و حس ندامت، یا اینکه شغلتون رو رها کنید و سر به بیابون بذارید. بهتون اجازه میده که سرعت رو افزایش بدید تا بالا و پایین زندگی رو از کودکی تا پیری ببینید. بهتون کلیدهای کاخ و اتاقهای بیشمارش رو میده. ادبیات افکار و عقاید محدودتون رو درمان میکنه و بدون هیچ هزینه‌ای ما رو تبدیل به شهروندان جهانی میکنه. 2. شما رو مهربونتر میکنه. ادبیات جادوی عجیبیه که دنیا رو از نگاه و دید آدم‌های دیگه بهمون نشون میده. بهمون اجازه میده که عواقب اعمالمون رو بر روی دیگران در نظر بگیریم، به طوری که خودمون هیچ وقت قادر به دیدن اونها نخواهیم بود، و به ما نمونه‌هایی از افراد مهربان، سخاوتمند و دلسوز رو نشون میده. ادبیات در مقابل ارزش‌هایی که جامعه رو به فساد میکشونه مبارزه میکنه. سدی در برابر سیستم‌های غلط در یک جامعه. از طرف دیگه نویسنده ها ما رو نسبت به ایده ها و احساساتی که عمیقاً مهم هستند ولی به خاطر شرایط اجتماعی، جامعه تجاری و دنیای پیچیده وقتی براشون نداریم سوق میدن. 3. درمانی برای تنهاییه. ما عجیبتر از اونی هستیم که بشه راجبش صحبت کرد. اغلب اوقات چیزی رو که واقعاً در ذهنمون هست رو نمیتونیم بیان کنیم، اما در کتاب‌ها ما حقایق رو به طور کاملاً واقعی و ملموس می‌بینیم. حقایقی که درون واقعی ما رو به خوبی نشون میده، طوری که در هیچ مکالمه‌ای نمیشه این حقایق رو پیدا کرد. در کتاب‌های مطرح دنیا حتما حس کردید که نویسنده ها ما رو بهتر از خودمون میشناسن. اونها کلمات عجیبی برای توصیف تجربیات شکننده، عجیب و ویژه که در درون ما اتفاق میافتن رو پیدا میکنن. نور زیبا در یک صبح تابستانی، استرسی که توی مهمونی ها حس کردیم و یا حسادت ما نسبت به بیزینس جدید یک دوست. نویسنده ها روح و قلبمون رو باز میکنن و به ما راههایی میدن تا بتونیم در اونها با حقارت و تکبر و خود بزرگبینی کمتری به زندگی بپردازیم. درست همونطور که نویسنده معروف امرسون میگه، در نوشته های نویسنده های بزرگ ما افکار پریشان خودمون رو پیدا میکنیم. 4. برای شکست آماده تان میکند. در تمام زندگی یکی از بزرگترین ترس های ما سقوطه، گند زدنه، تبدیل شدن به تیتر اول روزنامه‌ای که روش نوشته شده بازنده. هر روز رسانه ما رو به درون داستان‌های مختلفی از شکست میبره. جالبه که بیشتر ادبیات هم راجع به شکسته، به طرق مختلف. بیشتر رمان‌های بزرگ، نمایشنامه‌ها و اشعار راجع به مردمی هستن که همه چیز رو خراب میکنن. اگر رسانه دستش به این بازنده‌ها برسه، از اونها گوش چرخ کرده درست میکنه و سریعا راجع بهشون قضاوت میکنه. اما کتاب‌های ادبی عجولانه یا یک بعدی مانند رسانه‌ها قضاوت نمی‌کنند. اونها حس ترحم خاصی نسبت به قهرمان داستان و حس ترس عجیبی برای خودمون به وجود میارن، طوری که کاملا متوجه مرز باریک بین زندگی و مرگ میشیم. اگر ادبیات میتونه تمام این کارها رو انجام بده، شاید بهتره که کمی متفاوت‌تر با اون برخورد کنیم. خیلی‌ها تمایل دارن که بهش به عنوان یک وقت پرکن، یک سرگرمی، مثل تفریح توی ساحل دریا بهش نگاه کنن. اما در واقع ادبیات خیلی فراتر از این حرفاست. به معنای گسترده، ادبیات واقعاً یک درمانه. باید همونطور که دکترها با داروها رفتار میکنن، با ادبیات رفتار کنیم. داروی شفابخشی که در پاسخ به ناراحتی‌ها، سردرگمی‌ها و تنهایی باید تجویز کرد. فقط همین دلیل کافیه تا ادبیات لایق جایگاهی بسیار ویژه در جامعه باشه، چون به ما کمک میکنه تا با خرد، نیکی و عقلانیت بیشتری زندگی کنیم و بمیریم.
آثار بزرگان ادبیات جهان رو میتونید از انتشارات جنگل با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنید. همراه ما باشید. انتشارات جنگل.